سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز براتون یه چند تا توییت سم آماده کردم که با هم بخونیم ببینیم چیا هستن. بریم سراغ ویدیو. اولین توییت میگه که وقتی هلیکوپتر از بالای مدرسه رد میشد. وای بچه‌ها، نمیدونم کی از مدرسه ما اسکرین شات گرفته. ما دقیقاً همینطوری بودیم. اصلا فرقمون نمی‌کرد هلیکوپتر باشه، هر چی باشه. مثلا باش بای بای می‌کردیم. کلا اصلا انگار یه حس مثلا دلگرمی بود که مثلا اونا خارج از مدرسه، ما تو مدرسه این باشون بای بای کنیم. آره واقعا حقه. بعدی میگه تا حالا شده به مرغ حسودی کنی؟ ترجمه: در محل بدون استرس پرورش داده شده. وقتی از یه مرغ کمتری بچه‌ها، در محل بدون استرس پرورش داده شده. حالا ما اینو بیارن مدرسه، ما 100% کپک میزنه. چرا؟ چون مدرسه ما اینقدر ماشاءالله آرامش داره، اصلا دیگه اصلا مرغ ماشاءالله خوب پرورش پیدا میکنه. دلم عمیقاً دیت توی سینما ماشین میخواد. تو سینمای ماشین میخواد. بچه من موندم آقا این چیه مد شده؟ آخه این چیه؟ مگه سینمای قبلی چه اشکال داره که بشینی رو صندلی چو سفیلتو بخوری یا فیلم نگاه بکنی؟ واقعا موندم بچه، واقعا این چی آخه؟ واقعا از صدا رو میشنون؟ اصلا صدایی میشنون از تو ماشین؟ اصلا من به هم 3 میلیاردم بدن به خدا نمیرم این سینما. اون سینمای معمولی مگه چشه؟ یارو نوشته اولین غذای خوابگاهیم ماکارونی درست کرد. غذای خوابگاهی مگه نیمرو نبود؟ فوقش یه املت دیگه. اون ماکارونی چجوری درست کردین؟ مگه بلدین؟ اگه این عکس ها تو رو اذیت میکنه سلام خدافظ، چون اصلا من اذیت نمیکنه. والا میگن این چیزی از OCD، مثلا اونا که OCD دارن مثلا این عکس ها رو نگاه میکنن اذیت میشن. فازشون رو درک نمیکنم. چی این تو رو اذیت میکنه الان؟ زندگی کردن تو آمریکا خیلی عجیبه. فکر کن سر کوچه‌تون رفتی سبزی بخری، یهویی تیلور سویفت رو میبینی. تیلور سویفت بچه‌ها، من خیلی سلبریتی ها رو نمیشناسم، حالا بین خودمون باشه. منم یه بار بیلی آیلیش رو تو نون سنگکی دیدم. نوشته بود واکنش مامانم به پیرسینگ زدنم. مامانش به بچه گفته آخه آدم به دماغ گنده چراغ راهنما وصل میکنه. حالا کاری به دماغ گنده ایشون ندارم، ولی یه مدت دفتر نقاشی میکردین خودتون رو با تتو، هیچی نگفتین. ولی خواهشاً دیگه این پیرسینگ همه جا رو پیرسینگ نکنید. بابا چه خبره؟ شبیه دوش هموم شدین اینقدر سوراخ میکنی خودتون؟ دیدین یه چیزایی میذارن 2 سوراخ دماغشون پیرسینگ؟ آخه من موندم شبیه گاوایی میشه که میخوان بیارنشون تو مسابقه. اصلا من موندم واقعا چه کاریه؟ نکنید. من به روایت تصویر بابام بی‌عصاب باهوش، مامانم خوشگل کینه‌ای. اون وقت بچه شده چی؟ یه بی‌عصاب کینه‌ای. یعنی حق از این تصویر میباره. یعنی اگه مامانت بیلی آیلیش باشه، بابات محمد قلی، تو 100% به محمد قلی میری. پسر همسایه برق میخونه، منم برق میخونم. اون از نور خورشید برای تولید انرژی استفاده میکنه، من برای تولید لواشک. ما مثل هم نیستیم. جدی بچه اون لواشک‌ها رو دیدم هوس کردم. یعنی من اینا رو مامانم که درست میکرد قبل از اینکه کامل خوش بشه همه رو میخوردم. یعنی اصلا دیگه ما لواشکی نداشتیم، من همه رو تا قبل از اینکه خوش بشه خورده بودم. خب این میگه که امروز یه مریض اومد که ادرارش ایرنگی بود. به نظرتون علتش چی میتونه باشه؟ خب این 2 تا علت میتونه داشته باشه. یکی این که یا یارو معتاد بوده، یکی این که یا یارو شرک بوده. به قرآن چیز دیگه شما فکر میکنید بنویسید تو کامنت ها. دیگه طاقت نیاوردم موقع پیاده شدن گفتم موهاتونم خیلی قشنگه. وای بچه ها، یعنی واقعا پیرمرد و این همه استعداد، شما سالمندان رو نباید دست کم بگید. ببین چقدر قشنگ گوجه‌ای کرده. من مثل این نمیتونم. چرا اینجوری؟ اصلا من مثل این نمیتونم، واقعا مثل این نمیتونم. یعنی اصلا هر موقع میخوام گوجه‌ای کنم یا از این ورش میزنه یا از اون ورش میزنه، یا کج میشه یا این ور میشه یا اینو نگاه کن تو رو خدا. یعنی واقعا استعداد از پیرمردا میباره.
توی بچگی استرسی که سر این سکانس کشیدم توی هیچ فیلم جوراسیک دیگه نکشیدم. وای بچه‌ها این راست میگه، یعنی اصلا کلا قرمزی بعید بود که اینقدر ترسناک بشه. من قشنگ یادمه مثلا بچگی بودم، حدود 5-6 سالم که بود، قشنگ چند شب پشت سرم خواب این دایناسوره رو میدیدم. یعنی اصلا فوبیام شده بود، فوبیا قشنگ. چرا همچی چیزی واسه یه بچه باید درست کنن؟ من نمیفهمم واقعا. خیلی خوب عشقای من، اینم از این توییت ها. امیدوارم که لذت برده باشید. حتما بازم توییت های دیگه میذارم که با هم بخونیم و بخندیم. حتما لایک کنید و اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای بعد، خدافظ.